درس یکم از مجموعه اول. به این قسمت فقط گوش دهید. به زبان انگلیسی این گونه میگوییم: سلام. Hello. حالتان چطور است؟ How are you? خوب. Fine. ممنون. Thanks. بله. Yes. نه. No. و. And. شما. You. از یا اهل. From. از ایران. اهل ایران. From Iran. کانادا. Canada. اهل کانادا. From Canada. من هستم. I am. من خوبم. I'm fine. من اهل ایران هستم. I'm from Iran. من نیستم. I'm not. شما هستید. You are. شما اهل کانادا هستید. You're from Canada. آیا شما هستید؟ Are you? همچنین. Two. من هم اهل ایران هستم. I'm from Iran too. اکنون به این مکالمه گوش دهید. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thanks. Are you from Iran? Yes, I'm from Iran. And you? Are you from Iran too? No, I'm not from Iran. I'm from Canada. اگر زبان انگلیسی نمیدانید، در عرض چند دقیقه آینده نه تنها این مکالمه را به خوبی فرا میگیرید، بلکه خودتان نیز در بخشی از آن شرکت خواهید کرد. اگر هم زبان انگلیسی میدانید ولیکن در مکالمه ضعف دارید، به طور حتم در درک این مکالمه مشکلی ندارید. اما پس از انجام این 2 روز خواهید توانست با تقویت مکالمه خود روان و بدون مشکل صحبت کنید. در صورتی که در درک و مکالمه زبان انگلیسی مشکل ندارید، اما در تلفظ به مشکل برمیخورید، با تمرین تلفظ خواهید توانست به درستی صحبت کنید. اما اگر در درک و مکالمه و تلفظ زبان انگلیسی مهارت دارید، این مجموعه مناسب شما نمی باشد. به این نکته توجه داشته باشید که تنها با توجه به دروس اول در این باره تصمیم نگیرید. در صورت تمایل می توانید حدود 10 درس اول را انجام داده و با توجه به روند پیشرفت دروس تصمیم بگیرید. توصیه ما به شما این است که هر روز تنها 1 درس را انجام دهید. حتی اگر دروس ابتدایی برای شما خیلی ساده هستند، تنها مجاز هستید در هر روز 1 درس را آموزش ببینید. بعد از انجام هر درس، در صورتی که به 80% مطالب تسلط داشتید، می توانید به درس بعدی بروید. در غیر این صورت، آن درس را تکرار کنید. Hi everyone, how are you today? Hope you're doing great. I'm Sahar Walai, the English and French instructor. If you are looking forward to learning a new language, different languages, effectively and in the easiest way possible, you can go to Bamboo Languages channel. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. سحر هستم، مدرس زبان‌های انگلیسی و فرانسوی. اگر تا حالا موفق با شرکت در کلاس‌های زبان نشدید و می‌خواید زبان جدید یا چند تا زبان مختلف یاد بگیرید و براتون خیلی راحت‌تره تا از طریق یوتیوب این کار رو انجام بدید، حتما به کانال یوتیوب Bamboo Languages مراجعه کنید تا بتونید به آسان‌ترین شیوه و لذت بخش‌ترین شیوه زبانی رو که دوست دارید یاد بگیرید. زبان آلمانی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، ترکی استانبولی و روسی و به زودی با حمایت شما هر زبان دیگه‌ای که دوست داشته باشید. منتظرتون هستیم. از طریق لینک بالا میتونید به راحتی وارد کانال ما بشید. اکنون شروع می‌کنیم. یک خانم کانادایی با یک آقای ایرانی صحبت می‌کند. اول سلام می‌کند. او میگوید سلام. خوب گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. Hello. Hello. دقت کنید که در زبان انگلیسی تشدید نداریم. یعنی حرف ال را در کلمه سلام مشدد تلفظ نکنید. دوباره گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. Hello. Hello. به شخصی به نام جیم سلام کنید. گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. Hello, Jim. Hello, Jim. آقا هم به خانم سلام می کند. بگویید سلام. Hello. Hello. اکنون خانم با او احوال پرسی می کند. او می گوید حالتان چطور است؟
گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. How are you? How are you? Are you? How are you? این گونه میگویید چطور؟ گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. How? How? بگویید چطور؟ How? How? بگویید شما یا تو. گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. You. You. بگویید شما. You. You. بگویید شما هستید. خوب گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. You are. Are. You are. به زبان انگلیسی چگونه میگویید شما هستید؟ You are. You are. اکنون میخواهیم بپرسیم آیا شما هستید؟ در واقع جمله شما هستید را سوالی میکنیم. در بسیاری از موارد در زبان انگلیسی برای سوالی کردن جمله جای دو کلمه اول جمله یعنی جای فاعل و فعل را عوض میکنیم. لطفاً سعی کنید به انگلیسی بپرسید آیا شما هستید؟ Are you? Are you? حالا سعی کنید بپرسید حالتان چطور است؟ How are you? How are you? حالا میخواهید بگویید من خوبم. ابتدا به واژه من گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. I. در انگلیسی چگونه میگویید من؟ I. هنگامی که گوینده آمریکایی صحبت می کند با دقت گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید تا تلفظتان دقیقاً همانند گوینده آمریکایی شود. حال بگویید هستم. گوش دهید و تکرار کنید. Am. در انگلیسی چگونه می گویید هستم؟ Am. حالا سعی کنید بگویید من هستم. I am. چگونه می گویید شما هستید؟ You are. You are. حالا بگویید سلام، حالتان چطور است؟ Hello, how are you? Hello, how are you? بگویید من هستم. I am. بگویید خوب. گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. Fine. لطفاً با صدای بلند تکرار کنید. دوباره بگویید خوب. Fine. حالا سعی کنید بگویید من خوبم. I am fine. بگویید من هستم. I am. در زبان انگلیسی معمولاً در بسیاری از موارد فرم کوتاه به کار می رود. به فرم کوتاه شده این گونه می گوییم من هستم. گوش دهید و تکرار کنید. I'm. اکنون این جمله را به هر دو فرم می گوییم. گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. I am. I'm.
از این پس معمولا از فرم کوتاه استفاده می کنیم. در غیر این صورت به شما می گوییم که از فرم غیر کوتاه استفاده کنید. حالا سعی کنید به فرم کوتاه بگویید من خوبم. I'm fine. I'm fine. این گونه می گوییم ممنون. گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. Thanks. Thanks. دقت کنید که TH را باید نوک زبانی تلفظ کنید. نوک زبانتان را به پشت دندانهای بالا بزنید و مانند گوینده تکرار کنید. Thanks. Thanks. به جو سلام کنید. Hello, Joe. Hello, Joe. با او احوال پرسی کنید. How are you? How are you? بگویید خوبم، ممنون. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. حالا می‌خواهیم بپرسیم که آیا او اهل ایران است؟ ابتدا به کلمه از یا اهل گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. From. From. دقت کنید که F و R را باید بلافاصله پشت هم بگویید و بین آنها هیچ صدایی نباشد. دوباره بگویید اهل. From. From. این گونه میگویید ایران. گوش دهید و تکرار کنید. Iran. Iran. دوباره بگویید ایران. Iran. Iran. اکنون سعی کنید بگویید از ایران. اهل ایران. From Iran. From Iran. بگویید شما هستید. You are. You are. سعی کنید بگویید شما اهل ایران هستید. به طور تحت لفظی باید بگویید شما هستید از ایران. You are from Iran. You are from Iran. حالا می‌خواهیم بپرسیم آیا شما اهل ایران هستید؟ دوباره با جابجا کردن دو کلمه اول جمله را سوالی کنید. بپرسید آیا شما اهل ایران هستید؟ Are you from Iran? Are you? Are you from Iran? بگویید شما اهل ایران هستید. You are from Iran. You are from Iran. به فرم غیر کوتاه بگویید من هستم. I am. I am. حالا سعی کنید به فرم غیر کوتاه بگویید من اهل ایران هستم. I am from Iran. I am from Iran. اکنون به فرم کوتاه بگویید من اهل ایرانم. I'm from Iran. I'm from Iran. هنگامی که از شما خواسته می شود که واژه یا جمله‌ای را تکرار کنید، این کار را با صدای بلند انجام دهید. سپس تلفظ خود را با گوینده مقایسه کنید. بگویید من اهل ایران هستم. I'm from Iran. I'm from Iran. این گونه می گوییم بله، گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. Yes. Yes. چگونه می گوییم بله؟ Yes. Yes. بپرسید آیا شما اهل ایران هستید؟ Are you from Iran? Are you from Iran?
Hi everyone, I'm Sharon Lee, a senior nurse clinician. Imagine your newborn snug against your chest, feeling the warmth of your skin and the gentle rhythm of your Are you from Iran? بگویید بله من اهل ایران هستم. Yes, I'm from Iran. Yes, I'm from Iran. این گونه میگوییم و گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. And دوباره بگویید و and بگویید بله من اهل ایران هستم. yes, I'm from Iran. Yes, I'm from Iran. سعی کنید بپرسید و شما And you? And you? بگویید و And حالا سلام و احوال پرسی کنید. Hello, how are you? Hello, how are you? من خوبم ممنون. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. و شما And you? And you? میخواییم بگوییم من هم خوبم. به کلمه هم گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. Two. چگونه میگوییم هم؟ Two. قید to را معمولا در آخر جملات انگلیسی به کار میبریم. سعی کنید بگویید من هم خوبم. I'm fine too. I'm fine too. اکنون سعی کنید بگویید من هم اهل ایران هستم. I'm from Iran too. I'm from Iran too. آیا شما اهل ایران هستید؟ Are you from Iran? Are you from Iran? بپرسید آیا شما هم اهل ایران هستید؟ دقت کنید که کلمه هم در آخر جمله می آید. Are you from Iran too? Are you from Iran too? این گونه می گوییم نه. گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. No. No. دوباره بگویید نه. No. No. بپرسید آیا شما اهل ایران هستید؟ Are you from Iran? Are you from Iran? پاسخ دهید نه. No. No. این گونه می گوییم من نیستم. گوش دهید و تکرار کنید. I'm not. Not. I'm not. دوباره بگویید من نیستم. I'm not. I'm not. اکنون سعی کنید بگویید من اهل ایران نیستم. I'm not from Iran. I'm not from Iran. بپرسید آیا شما هم اهل ایران هستید؟ Are you from Iran too? Are you from Iran too? بگویید نه من اهل ایران نیستم.
No, I'm not from Iran. No, I'm not from Iran. این گونه میگوییم کانادا. گوش دهید و تکرار کنید. Canada. 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 بگویید کانادا. Canada. Canada. بگویید من اهل ایران هستم. I'm from Iran. I'm from Iran. اکنون سعی کنید بگویید من اهل کانادا هستم. I'm from Canada. I'm from Canada. بگویید من هم اهل کانادا هستم. I'm from Canada too. I'm from Canada too. اکنون سلام و احوال پرسی کنید. Hello, how are you? Hello, how are you? من خوبم. ممنون. I'm fine, thanks. Tummy discomforts can disrupt her learning. Try Enfagrow A+ Pro Gentle E. I'm fine, thanks. آیا شما اهل ایران هستید؟ Are you from Iran? Are you from Iran? بله، من اهل ایران هستم. Yes, I'm from Iran. Yes, I'm from Iran. و شما؟ And you? And you? آیا شما هم اهل ایران هستید؟ Are you from Iran too? Are you from Iran too? نه، من اهل ایران نیستم. No, I'm not from Iran. No, I'm not from Iran. من اهل کانادا هستم. I'm from Canada. I'm from Canada. در ادامه تمرینات تلفظ بیشتری داریم. خوب گوش دهید و دقیقاً مانند گوینده با صدای بلند تکرار کنید. Hello. Hello. How. How. Thanks. 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 From. From. Iran. Iran. Canada. 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 You are. You're. You're. بگویید شما اهل کانادا هستید. You are from Canada. You are from Canada. چگونه میگوییم شما هستید؟ You are. You are. به فرم کوتاه آن گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. Your. Your. اکنون ابتدا فرم غیر کوتاه و بعد فرم کوتاه را می آوریم. گوش دهید و تکرار کنید. You are.
Your. You are. Your. حالا با فرم کوتاه بگویید شما اهل کانادا هستید. You're from Canada. You're from Canada. بگویید سلام. Hello. Hello. آیا شما اهل ایران هستید؟ Are you from Iran? Are you from Iran? بپرسید حالتان چطور است؟ How are you? How are you? بگویید سلام حالتان چطور است؟ Hello, how are you? Hello, how are you? با استفاده از فرم کوتاه بگویید خوبم. I'm fine. I'm fine. سلام کنید. Hello. Hello. حالتان چطور است؟ How are you? How are you? خوبم. I'm fine. I'm fine. آیا شما اهل کانادا هستید؟ Are you from Canada? Are you from Canada? از فرم غیر کوتاه استفاده کنید و بگویید بله من هستم. Yes, I am. Yes, I am. آیا شما هم اهل کانادا هستید؟ Are you from Canada too? Are you from Canada too? بگویید نه من اهل ایران هستم. No, I'm from Iran. No, I'm from Iran. من اهل کانادا نیستم. I'm not from Canada. I'm not from Canada. آیا شما هم اهل ایران هستید؟ Are you from Iran too? Are you from Iran too? نه من اهل کانادا هستم. No, I'm from Canada. No, I'm from Canada. از فرم کوتاه استفاده کنید و بگویید شما هم اهل ایران هستید. You're from Iran too. You're from Iran too. اکنون شما به جای خانم صحبت می کنید. اول بگویید سلام. Hello. Hello. حالا از آقا احوال پرسی کنید. How are you? I'm fine, thanks. بپرسید آیا شما اهل ایران هستید؟ Are you from Iran? Yes, I'm from Iran. And you? Are you from Iran too? نه من اهل ایران نیستم. من اهل کانادا هستم. No, I'm not from Iran. I'm from Canada. اکنون شما به جای آقا صحبت کنید. گوش دهید. Hello. جواب سلام او را بدهید. Hello. How are you? پاسخ دهید من خوبم. ممنون. I'm fine, thanks.
Are you from Iran? بله، من اهل ایران هستم. Yes, I'm from Iran. و شما؟ And you? آیا شما هم اهل ایران هستید؟ Are you from Iran too? No, I'm not from Iran. I'm from Canada. حالا به مکالمه‌ای که در ابتدای درس شنیدید دوباره گوش دهید. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thanks. Are you from Iran? Yes, I'm from Iran. And you? Are you from Iran too? No, I'm not from Iran. I'm from Canada. دوباره گوش دهید. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thanks. Are you from Iran? Yes, I'm from Iran. And you? Are you from Iran too? No, I'm not from Iran. I'm from Canada. به این قسمت فقط گوش دهید. این گونه میگوییم: من یک چای میخواهم. I want a tea. من یک قهوه میخواهم. I want a coffee. ممنون. Thank you. خواهش میکنم. You're welcome. آیا شما یک چای میخواهید؟ Do you want a tea? من قهوه نمیخواهم. I don't want coffee. آیا شما انگلیسی صحبت میکنید؟ Do you speak English? من میتوانم فارسی صحبت کنم. I can speak Persian. حالا به جیم سلام کنید. Hello, Jim. حال او را بپرسید. How are you? پاسخ دهید: خوبم. I'm fine. ممنون. Thanks. Thanks. من خوبم، ممنون. I'm fine, thanks. خوب، ممنون. Fine, thanks. Fine, thanks. بپرسید: و شما؟ And you? من هم خوبم. I'm fine too. I'm fine too. بپرسید: آیا شما هستید؟ Are you? بگویید: اهل کانادا. From Canada. From Canada. اهل ایران. From Iran. حالا بپرسید: آیا شما اهل ایران هستید؟ Are you from Iran? Are you from Iran? بله. Yes. من اهل ایران هستم. I'm from Iran. I'm from Iran. بله، من اهل ایران هستم. Yes, I'm from Iran. نه، من اهل ایران نیستم. No, I'm not from Iran. No, I'm not from Iran. حالا سعی کنید بگویید: من هم اهل ایران هستم. I'm from Iran too. I'm from Iran too. چگونه از یک نفر میپرسید که آیا اهل ایران است؟ Are you from Iran? بگویید: نه، من اهل ایران نیستم. No, I'm not from Iran. No, I'm not from Iran. من اهل کانادا هستم.
I'm from Canada. Canada. I'm from Canada. بگویید من هم اهل کانادا هستم. I'm from Canada too. I'm from Canada too. بپرسید آیا شما هم اهل کانادا هستید؟ Are you from Canada too? Are you from Canada too? نه، من اهل ایران هستم. No, I'm from Iran. من اهل کانادا نیستم. I'm not from Canada. I'm not from Canada. بله. Yes. Yes. من هم اهل کانادا هستم. I'm from Canada too. I'm from Canada too. بله، من هم اهل کانادا هستم. Yes, I'm from Canada too. بپرسید حالتان چطور است؟ How are you? بگویید خوبم، ممنون. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. این گونه میگویید متشکرم. گوش دهید و تکرار کنید. Thank you. Thank you. به تلفظ این واژه دقت کنید. TH را نوک زبانی تلفظ کنید. گوش دهید و تکرار کنید. Thank you. دوباره بگویید متشکرم. Thank you. Thank you. حالا بگویید ممنون. Thanks. Thanks. این دو عبارت برای تشکر کردن به کار می رود. ولیکن ممنون قدری غیر رسمی تر است و متشکرم کمی رسمی تر است. بگویید من خوبم، ممنون. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. حالا بگویید من خوبم، متشکرم. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. خوب، متشکرم. Fine, thank you. Fine, thank you. با فرم کوتاه بگویید من هستم. I'm. چگونه میگویید من؟ I. این گونه میگویید من صحبت میکنم. گوش دهید و تکرار کنید. I speak. I speak. Speak. I speak. دقت کنید که نباید بگویید اس، یعنی نباید بگویید speak. گوش دهید و تکرار کنید. Speak. 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 بگویید من صحبت میکنم. I speak. I speak. اکنون سعی کنید بگویید تو صحبت میکنی. شما صحبت میکنید. You speak. You speak. بگویید من اهل ایران هستم. I'm from Iran. این گونه میگویید
فارسی. گوش دهید و تکرار کنید. Persian. 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 به نحوه تلفظ دقت کنید. صدایی است بین او و ا. گوش دهید و تکرار کنید. Persian. 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 بگویید فارسی. Persian. Persian. بگویید من صحبت می کنم. I speak. I speak. اکنون سعی کنید بگویید من فارسی صحبت می کنم. به ترتیب کلمات دقت کنید. I speak Persian. I speak Persian. بگویید من هم فارسی صحبت می کنم. I speak Persian too. I speak Persian too. شما هم فارسی صحبت می کنید. You speak Persian too. You speak Persian too. فرض کنید کسی با شما احوال پرسی می کند. بگویید من خوبم، متشکرم. I'm fine, thank you. I'm fine, thanks. Fine, thanks. Fine, thank you. بپرسید و شما؟ And you? And you? بپرسید که آیا او اهل ایران است؟ Are you from Iran? نه، من اهل ایران نیستم. No, I'm not from Iran. من اهل کانادا هستم. I'm from Canada. نه، من اهل کانادا هستم. No, I'm from Canada. بله، من اهل ایران هستم. Yes, I'm from Iran. بگویید من فارسی صحبت می کنم. I speak Persian. I speak Persian. شما فارسی صحبت می کنید. You speak Persian. You speak Persian. در فارسی معمولا برای سوالی کردن جملات از آیا در اول جمله استفاده می کنیم. مثلا اگر بخواهیم جمله شما فارسی صحبت می کنید را سوالی کنیم، می گوییم آیا شما فارسی صحبت می کنید؟ در انگلیسی هم در بسیاری مواقع برای سوالی کردن جمله از دو در اول جمله استفاده می کنیم. گوش دهید و تکرار کنید. Do. Do. بگویید شما فارسی صحبت می کنید. You speak Persian. حالا سعی کنید بپرسید آیا شما فارسی صحبت می کنید؟ Do you speak Persian? Do you speak? Do you speak Persian? بگویید بله، من فارسی صحبت می کنم. Yes, I speak Persian. Yes, I speak Persian. من هم فارسی صحبت می کنم. I speak Persian too.
I speak Persian too. بپرسید آیا شما فارسی صحبت می کنید؟ Do you speak Persian? Do you speak Persian? حالا سعی کنید بپرسید آیا شما هم فارسی صحبت می کنید؟ Do you speak Persian too? Do you speak Persian too? این گونه می گوییم انگلیسی. گوش دهید و تکرار کنید. English. English. بگویید انگلیسی. English. دوباره با دقت گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. English. Glish. English. بگویید من انگلیسی صحبت می کنم. I speak English. I speak English. شما انگلیسی صحبت می کنید. You speak English. You speak English. حالا از من بپرسید که آیا من انگلیسی صحبت می کنم؟ Do you speak English? Do you speak English? پاسخ دهید نه، من فارسی صحبت می کنم. No, I speak Persian. بله، من انگلیسی صحبت می کنم. Yes, I speak English. بله، من هم انگلیسی صحبت می کنم. Yes, I speak English too. خبر بعد این که آیلتس شده 22,700 و بدتر این که با بالا رفتن قیمت دلار همین هم ثابت نمیمونه. تازه میدونی ظرفیت آیلتس برای امسال پر شده، یعنی حتی اگه همین الان برای ثبت نام اقدام بکنی جا نیست. یعنی اگه تا مهر بخوای مدرک زبان داشته باشی، تنها راهی که برات میمونه سفر به یکی از کشورهای همسایه است. اونم با کلی هزینه‌های اضافی. راه حل: آزمون زبان AIC فقط توسط مایارمان برگزار میشه، کاملا رایگانه و مورد تایید دانشگاه‌های پارتنر ما در انگلستان. راستی اگر سطح زبانت هنوز به حد نصاب مورد نیاز دانشگاه نرسیده، اصلا نگران نباش، ما واسه اونم راهکار داریم. بگویید فارسی. Persian. Persian. انگلیسی. English. English. اکنون به این مکالمه گوش دهید. Hello, Jim. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine too, thank you. Jim, do you speak Persian? No, I speak English. Do you speak Persian? Yes, I speak Persian. I'm from Iran. I speak English too. دوباره گوش دهید. Hello, Jim. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine too, thank you. Jim, do you speak Persian? No, I speak English. Do you speak Persian? Yes, I speak Persian. I'm from Iran. I speak English too. با شخصی احوال پرسی می کنید. بپرسید که حالش چطور است. How are you? بگویید من خوبم. ممنون. I'm fine, thanks. بگویید خوب. متشکرم. Fine, thank you. بگویید من اهل کانادا هستم. I'm from Canada. و من انگلیسی صحبت می کنم.
And I speak English. And I speak English. این گونه میگوییم من صحبت نمی کنم. گوش دهید و تکرار کنید. I don't speak. Don't. Don't speak. I don't speak. I speak Persian. I don't speak English. بگویید من انگلیسی صحبت نمی کنم. I don't speak English. I don't speak English. در انگلیسی بسیاری از افعال به این صورت منفی می شوند. نحوه دیگر منفی کردن افعال استفاده از not است که پیش از این یاد گرفتید. نگران نباشید. در دروس آینده یاد خواهید گرفت که برای منفی کردن جمله کجا از not استفاده کنید و کجا بین فاعل و فعل don't بگذارید. همچنین برای سوالی کردن جملات کجا از do در اول جمله کمک بگیرید و چه وقت جای فعل و فاعل را عوض کنید. حالا بگویید من فارسی صحبت نمی کنم. I don't speak Persian. I don't speak Persian. بپرسید که آیا او انگلیسی صحبت می کند؟ Do you speak English? Do you speak English? بله، من انگلیسی صحبت می کنم. Yes, I speak English. Yes, I speak English. نه، من انگلیسی صحبت نمی کنم. No, I don't speak English. No, I don't speak English. این گونه می گوییم من می خواهم. گوش دهید و تکرار کنید. I want. Want. I want. به نحوه تلفظ دقت کنید و سعی کنید دقیقاً همانند گوینده تکرار کنید. برای تلفظ W در اکثر کلمات انگلیسی باید لبها را کمی قنچه کنید. بگویید من می خواهم. I want. I want. بگویید تو می خواهی. شما می خواهید. You want. You want. حالا سعی کنید بپرسید آیا من می خواهم؟ Do I want? Do I want? آیا تو می خواهی؟ آیا شما می خواهید؟ Do you want? Do you want? بگویید من صحبت نمی کنم. I don't speak. I don't speak. اکنون بگویید من نمی خواهم. I don't want. Envergrow A Plus Pro Gentle Ease supports easy digestion and brain development. Ease tummy discomfort in 24 hours. I don't want. I don't want. بگویید من اهل ایران هستم. I'm from Iran. من اهل ایران نیستم. I'm not from Iran. I'm not. I'm not from Iran. من فارسی صحبت نمی کنم. I don't speak Persian. I don't speak Persian. بگویید من اهل ایران هستم. I'm from Iran. من اهل کانادا نیستم.
I'm not from Canada. با استفاده از فرم کوتاه بگویید شما اهل کانادا هستید. You're from Canada. این گونه میگویید شما اهل کانادا نیستید. گوش دهید و تکرار کنید. You're not from Canada. You are. You're not. You're not from Canada. دوباره بگویید شما اهل کانادا نیستید. You're not from Canada. You're not from Canada. بگویید من میخواهم. I want. I want. این گونه میگویید چای. گوش دهید و تکرار کنید. Tea. Tea. بگویید چای. Tea. Tea. این گونه میگویید یک عدد چای. گوش دهید و تکرار کنید. A tea. A tea. بگویید یک عدد چای. A tea. A tea. بگویید یک عدد. A. A. A tea. بگویید من میخواهم. I want. سعی کنید بگویید من یک چای میخواهم. I want a tea. I want a tea. بگویید چای. Tea. Tea. بگویید من یک چای نمیخواهم. I don't want tea. I don't want tea. این گونه میگویید قهوه. گوش دهید و تکرار کنید. Coffee. Coffee. بگویید قهوه. Coffee. Coffee. بگویید یک چای. A tea. A tea. حالا بگویید یک قهوه. A coffee. A coffee. بپرسید آیا شما یک قهوه میخواهید؟ Do you want a coffee? Do you want a coffee? نه، من یک قهوه نمیخواهم. No, I don't want coffee. No, I don't want coffee. من یک چای میخواهم. I want a tea. I want a tea. اکنون تصور کنید که برای شما چای آوردند و شما میخواهید به حالت رسمی تشکر کنید. چه میگویید؟ Thank you. Thanks. جمله بعد را در پاسخ به تشکر میگویید که به معنای خواهش میکنم است. گوش دهید و تکرار کنید. You're welcome. 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 به نحوه تلفظ دقت کنید. بگویید خواهش میکنم. You're welcome. You're welcome. بگویید ممنون. Thanks. متشکرم. Thank you. جواب تشکر را چگونه می دهیم؟ You're welcome. You're welcome. بگویید قهوه. Coffee. Coffee. از من بپرسید که آیا من یک قهوه می خواهم؟
Do you want a coffee? Do you want a coffee? بگویید نه من چای می خواهم. No, I want tea. چطور حال یک نفر را می پرسید؟ How are you? بگویید من خوبم ممنون. I'm fine, thanks. بپرسید آیا شما یک چای می خواهید؟ Hi everyone, I'm Caroline. پرسید آیا شما یک چای می خواهید؟ Do you want a tea? Do you want a tea? به پاسخ او گوش دهید و دقت کنید. No thanks, I'm fine. No thank you, I'm fine. هنگامی که چیزی به شما تعارف می شود و شما میل ندارید، به این صورت پاسخ می دهید. اکنون کسی از شما می پرسد آیا شما چای می نوشید؟ پاسخ دهید نه، ممنون. من خوبم. No thanks, I'm fine. No thank you, I'm fine. بگویید من فارسی صحبت می کنم. I speak Persian. شما انگلیسی صحبت می کنید. You speak English. این گونه می گویید من می توانم. گوش دهید و تکرار کنید. I can. Can. I can. دوباره بگویید من می توانم. I can. I can. تو می توانی. شما می توانید. You can. You can. این گونه می گویید من می توانم انگلیسی صحبت کنم. گوش دهید و تکرار کنید. I can speak English. Speak English. Can speak English. I can speak English. دوباره بگویید من می توانم انگلیسی صحبت کنم. I can speak English. I can speak English. اکنون کلمات و عباراتی را که به تلفظ بیشتری احتیاج دارند با هم تمرین می کنیم. خوب گوش دهید و همانند گوینده با صدای بلند تکرار کنید. Want. I want. Thank you. Thank. Thank you. Welcome. Welcome. Speak. 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 English. 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 Persian. 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 I can. You can. I can speak. You can speak. بگویید شما می توانید انگلیسی صحبت کنید. You can speak English. You can speak English. من می توانم فارسی صحبت کنم. I can speak Persian. I can speak Persian. بگویید من یک چای می خواهم. I want a tea. I want a tea. بگویید من هم یک چای می خواهم. I want a tea too. I want a tea too. بگویید یک قهوه. A coffee. A coffee. بگویید
یک قهوه و یک چای. A coffee and a tea. A coffee and a tea. بگویید من یک چای و یک قهوه می خواهم. I want a tea and a coffee. I want a tea and a coffee. بپرسید آیا شما یک قهوه می خواهید؟ Do you want a coffee? Do you want a coffee? حالا سعی کنید بپرسید آیا شما هم یک قهوه می خواهید؟ Do you want a coffee too? Do you want a coffee too? بپرسید آیا شما هم انگلیسی صحبت می کنید؟ Do you speak English too? Do you speak English too? نه، من انگلیسی صحبت نمی کنم. No, I don't speak English. من فارسی صحبت می کنم. I speak Persian. بله، من انگلیسی صحبت می کنم. Yes, I speak English. من می توانم انگلیسی صحبت کنم. I can speak English. I can speak English. بپرسید آیا شما یک چای می خواهید؟ Do you want a tea? Do you want a tea? نه، ممنون. من خوبم. No thanks, I'm fine. No thank you, I'm fine. در پاسخ به تشکر چه می گویید؟ You're welcome. You're welcome. بگویید من می توانم انگلیسی صحبت کنم. I can speak English. I can speak English. و می توانم فارسی هم صحبت کنم. And I can speak Persian too. And I can speak Persian too. در صورتی که به 80% مطالب درس تسلط دارید، فردا می توانید درس بعدی را شروع کنید. در غیر این صورت لازم است که این درس را تکرار کنید. توجه داشته باشید که شما تنها باید یک درس را در هر روز انجام دهید. پایان درس یکم.